از کاری مکتب‌ها راضی هستیم. به حد در همه جهت تامین میکنند، تربیتشون، تعلیمشون به حد نقض است. در همه حالت اهمیت خوب میتیان. مقصد در خوبی ما که هستند، در همه طرفه هستند. فکر میکنم که نه اونقدر برای اون که امروز چنانی که میبینیم یعنی که کم بودن معاش و یعنی که نه اونقدر خوب بودن شرایط کار در مکتب ها یعنی یک عاملی است که یعنی که تحصیل را در مکتب یعنی که اینقدر خوب نمی‌سازد. در بسیار مکتب‌ها هست که سطح تعلیم تربیت در سطح عالی قرار ندارد. مثال بمانند که در یک صنف تا 60-70 نفر خواننده هست. برای آموزگار، برای معلم و معلمه ها بسیار مشکل است. همه آن را مثال کنیم باید ترتیب با یک آموزاندن همون 45 دقیقه که وقت هست مثال بگیریم امکان ناپذیر است که آن را آن موضوعی هست که بس امی خواننده ها رسانند. دویم عامل آن است که بسیار دانشجوها هست که مثال بگیریم کورس های یک هست، مثال بگیریم 2 هست، مثال بگیریم 3 هست، تا حال دیپلم های عالی ندارند. در مکتب های میانه رفته مثال بگیریم که درس های ساعتی میگیرند و حالا که خودشون مثال بگیریم در سطح مکمل تیار نیستند برای آموزاندن خوانندگان. من راضیم و میندارم از مکتب، از معلمه ها به حد میندارم. چون که یک دختری داشتم که همین قدر قیصر بود، مکتب رفت تماما دیگر خیلی شد. حاضر نغز میخواند، بهای خوب، آدابش هم خوب. مکتب‌ها کمبودی ندارند. شخصا فرزندای من در مکتب گیمنازی 53 میخونند. ما از همه معلم‌ها و از همه اون شخصانی که نسبت فرزند ما تربیت میتن راضی هستیم. ما ای رئیسی حکومت شهر دوشنبه از شیرازیم امیت قرار برآورد که مکتب‌ها به مدد پدر و مادر تعمیر میشود. همیشه علاقه برای ما یک دستگیری 40 سانتی متر یا 50 سانتی متر. من از کار مکتب ها پرانه کاملا یا قسما راضی نیستم. برای چی؟ برای که بسیار مکتب بچگان خیال میکنن که پرابلم ها امروز از برای معلمان است، اما بسیاری معلمان خیال میکنن که طلبه ها خواهش خواندن ندارند. یعنی پرابلم در بین هر دوی آنها است. یعنی در بین معلمان نرسیدن اختصاص، در بین طلبه ها یعنی فعالیت و چی میگن کنترل کم. برای همین یک پرابلم دو طرفه هست و مکتب ها نه اونقدر مکمل فعالیت میکنن. امروز معلم شدن برای بسیاری ها نه. برای چی؟ برای که حساب سوم نرسیدن از معاش کم بودن بسیاری ها نمیخوان معلم شدن. اما معلم شدن نه برای سوم کار کردن باید امروز بین مردم باشد. معلم شدن برای هوس و شوق و رغبت یک کسی را مثلا تعلیم دادن و درس دادن باید باشد. برای همین هم سوم باید زیاد شود، یعنی معاش باید بسیار شود. از طرف دیگر باید شوق و رغبت معلم ها نیز نه همچون فقط برای دادن سوم باید هر جا رفت سفر بر کرده شوند. معلم ها به خارجه روان کرده شوند. نگاه خود ترینینگ و محفل ها برای معلم ها هم گذرانند. بسیار معلم های مثال دیه ها تماما شوق درس دادن ندارند. برای که آنها نمیدونن کنترل کم است، نمیدونن مثال در شهر در دیگر مثال نوایی ها چه خیلی درس میده در اونجا. باید جواب کردشان آمده متدهای نوی تعلیمی با آنها فهمانده شود. بعد با سفر بر کنند به جایهای خود و دوام دیگر تعلیمی خود را.